ما مثلا الان 26 می یک روز داریم تو ایران، متاسفانه این نیست، میدونم چون پرسیدم و خیلی نکته واجبه اگه تو ایران برسم به این پروژه رو استارت بزنم. تو روسیه ما روز دیاگنوستیک ملانوما داریم. آها. چیه؟ یک روزی مثلا 26 می از تمام مثلا ما کلینیک مسکو، کلینیک ویلسون که مال خود بنده است، در رایون منطقه سونسووا است. مثلا میگم از 3 منطقه‌ای که نزدیک ترینه برای سونسووا مریضا جمع میشه که تشریف میارن برای چی؟ برای دیاگنوستیک. تمام خالای خودشون که برآمدگی خال هر چی هست نشون میدن به دکتر. دکتر به هر مریض 20 دقیقه تایم داره، تمام خالاشو نشون میده، ما دیاگنوستیک میکنیم و نگاه میکنیم برآمدگی هست در پوست که شانس ملانوما بودن داره. خیلی واجبه. چرا؟ چون که ما بین 50 مریض از ما بین این مریضا 8 نفر پیدا میشه که اصلا نگاه میکنیم دیاگنوستیک ملانوما.